شوتیه گفت یه 170-80 تایی سرعت داشتم، یه 450 ازم رد شد، اونم یه 200 تایی سرعت داشت. شب جاده خلوت، اصلا نفهمیدم چطور شد، گرفت سمت راست و یه سرعتش کم شد و از جاده رفت پایین، به طرز خیلی بدی چپ کرد. پیاده شدم رفتم نزدیکش، سقف ماشین کاملا جمع شده بود، طوری که دیگه اصلا نمیشد طرف ازش بکشی بیرون. همه جا رو خون گرفته بود. نگاهم رفت سمت راننده، دیدم زنده است، داره نفس میکشه. گفتم برادر چه کاری میتونم واسط بکنم؟ گفت اگه میشه شماره واسم بگیر، نمیدونم گوشیم کجا افتاده. میگه شماره رو گرفتم، زدم رو بلنگو، نزدیک راننده کردم. یه دختره جواب داد. راننده گفت سلام عشقم، خوبی؟ عشقم امشب میخوام برم، میای که با هم بریم؟ دختره گفت این وقت شب حالت خوش نیستا، بگیر بخواب. بعدش هم گوشی و روش قطع کرد. راننده خیلی ناراحت شد، گفت اگه میشه یه شماره دیگر رو هم واسم بگیر. گرفتم گوشی رو، گرفتم سمتش، یه پسره بود. راننده گفت سلام رفیق، میخوام برم، میای تا با هم بریم؟ میگه رفیقش گفت تنها نریا، باستا تا منم بیام. راننده دیگه رنگش سفید شده بود، یه لبخندی زد و بعدم چشماشو بست. همه میگن یار خوب تمام ماجراست، ولی تو دنیایی که یار خوبم بی‌وفایی میکنه، رفیق خوب میشه تمام ماجرای زندگی.